با وقت کابل هست. اما گفته آمیانه ترک چاشت برآمدیم. گفتیم بیاین که براتون کابل پیشرفت هایش و همه چیزش نشان بتم. پل به شکل تکه‌ای آورده میشه، از جای دیگه ساخته میشه، اینجا میارن میموننش، بعد از باز محکم کاریش میکنن، مسائل اندازی و چیزایش باز همینجا میکنن. کالا پیشتر بریم. درست سر متوجه خود شدین جدای ساخته شده و به اینجا آورده شده دوستان عزیز. توسط کرنت ها بازی دانه به دانه چینده میشه، مانده میشه. وزنشان هم خیلی زیاد هست. این دیگه به این شکل به این اندازه اینه ساخته شده. سلام و درود خدمت شما عزیزان. انشالله که خوب و صحتمند و سرحال باشین و زندگیتان هم با خوبی و خوشی سپری شود. دوستان عزیز، هفتاد یک رقم داغ است که سر آدم میزنه تا پای آدم میسوزانه. و از ساعت هم دیگه تقریبا 12:30 15 کم یک با وقت کابل هست. اما گفته آمیانه ترک چاشت برآمدیم. گفتیم بیاین که براتون کابل پیشرفت هایش و همه چیزش نشان بتم. دوستان نهایت گرامی و عزیز، ما در برکی شهر کابل هستم و آمدیم که دوستان عزیز کار برکی کابل از نزدیک یک بار ببینیم چقدر پیشرفت داشته چقدر نه. یک مدت زیاد میشه فکر کنم که طرف نامدیم، ویدیوی جدید ازش نداشتیم. کارش دوستان عزیز بسیار به سرعت جریان داره و طبق گفته های شاروالی باید تا آخر امسال دیگه خلاص شود. 70% زیرگذر و حدود 65% هم پل هوایی کارش تکمیل شده و سردگی شما دیگه کار کرده میره. یک پل هوایی واقعا دوستان بسیار زیبا ساخته شده، بسیار زیاد زیبا. حالا بریم بیشتر درست‌تر متوجه خود شدین. پل از این قسمت دوستان عزیز شروع میشه. این دیدیم این قسمت تقریبا اینجا دوستان عزیز سرک میشه. سرک موتورایی که مثلا میخواین دور بخورن به طرف باغ بالا یا کارت پروان باز میتونن از این سرک استفاده کنن. موتورایی که باز میرن مستقیم از پل استفاده میکنن و کارش اینجا از دوستان عزیز شروع شده. انداختم شده سمنت و همه چیزش دیگه. دیوارایش هم میبینین که چقدر زیبا و خوب ساخته شده. اما این دیواره دوستان عزیز تا یک جایی است. بعد از این دوستان عزیز پایه زده شده، پایه های سوری شکل و بالای از اونا پل به شکل تکه‌ای آورده میشه، از جای دیگه ساخته میشه، اینجا میارن میموننش، بعد از باز محکم کاریش میکنن، مسائل اندازی و چیزایش باز همینجا میکنن. کالا پیشتر بریم. درست سر متوجه خود شدین. دیگه این سرکی که دوستان عزیز موترها میره و اون سرک هم میره، ارزش سرک رفت هستن. خب بخاطر که یک سرک گنجایش تمام از این موترها رو نداره، این سرک خامره هم دکانایش چپه کردن. پل دیگه دوستان عزیز تو بلند شده میره تا که میرسه به اون قسمتی که دیگه دیوارها خلاص میشه. بخشین دوستان عزیز موتر رفت خاکباد شده، کل خاک ازی دهنم رفت. تا این قسمت دوستان عزیز دیوار هست و اثر دیوار کانکریت انداختن دیگه. از اینجا به بارش دوستان عزیز
به این شکل پایه زده شده و هر کدام از سیم‌ها را که شما می‌بینید دوستان عزیز در جای جدای ساخته شده و به اینجا آورده شده دوستان عزیز. توسط کرندها بازی دانه به دانه چینده میشه، مانده میشه. وزنشان هم خیلی زیاد هست و بسیار دوستان عزیز خوب شده. استاندارد جور شده. این پل زیرش میبینید خالی است. پل مترو از دوستان عزیز باید مقاوم باشه، هرچی نباشه یکی از چی بگویم برتان راه های بسیار مهم شهر کابل در همین برکی کابل هست و همه این موترها سنگین سباک همش از این را استفاده خواهد کردن. به خاطر از امو دیگه باید محکم باشه. این طرفان دوستان دیگه پایین نبینید، این طرفش مانده شده، اون طرفش مانده نشده، اون طرفش هم میمونن دیگه سلو سلو. میبینید دوستان عزیز اینجا موترها یک دونه میرن از دیگه جایی که ساخته شدگیشه و در این بخشا به صورت ساده ساده میچینن. از این پایه ها دوستان عزیز یک دانش طرف مانده که هنوز سمت اندازیش نشده، فقط پایه شده اون بالایش که باید پایه ها سرش مانده شده و روش تکمیل نشده. اون طرف من نمیخوایم اون طرف برم دوستان عزیز چون بسیار زیاد خاکباد هست و همون مشکلش هم زیاد است. دور میخوریم دوباره. شما پل ببینین دیگه به این شکل به این اندازه اینه ساخته شده. این هم دوستان عزیز این طرف برکی خاکباد بسیار زیاد از دوستان. و این هم دوستان عزیز دوباره از این طرف یعنی کرنداست دیگه آورده میرن و همیشه دانه به دانه چینده میرن. این دیگه ما فعلا در ساحه کار هستیم دوستان عزیز. البته فعلا کار جریان نداره دی بخشش چون که منتظر هستن بیارن این پایه ها را همون چیزایی که دیگه مانده میشه سر پل تا اونا رو دوباره بچینن. کرنده رو میبینید دوستان عزیز یا جرثقیل بگوییم براتون. جرثقیل های بسیار قوی و بسیار مستحکم که هرچی نباشه دوستان عزیز همون وزن از این چیزا بسیار زیاد است، به اندازه زیاد است. یعنی چیزایی یادی نمیتونه اینا رو بلند کنه و او خاطر مجبور هستن از این چیزای ماشینالات سنگین استفاده کنن. خب دوستان گرامی و عزیز انشالله که ویدیو خوشتون اومده باشه. از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کرده در همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همگیتان به الله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روزگار خوب داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همگیتان.